تورات را مردم عادی نوشته‌اند. زندگی بعد از مرگ وجود ندارد. انسان مخلوق برتر خداوند نیست. خدا شخص نیست و بیرون از عالم طبیعت قرار ندارد. فلسفه به زبان ساده. این قسمت بروخ اسپینوزا. فیلسوف هلندی بروخ اسپینوزا سعی داشت مذهب رو اصلاح کنه و اون رو از شر خرافات نجات بده. اسپینوزا دنبال نوعی مذهب غیر شخصی و علمی بود که در همه عصرها به بشریت آرامش ببخشه. بروخ این کلمه در زبان عبری به معنای مبارکه. سال 1632 در بخش یهودی نشین آمستردام به دنیا اومد. آمستردام در اون زمان محل رشد فکری و تجاری یهودیان بود. اجداد او یهودی سفاردی بودن و در سال 1492 به خاطر آزار و اذیتی کاتولیک‌ها در حق اونها داشتن از اسپانیا گریختن. بروخ کودکی درسخوان و بسیار باهوش بود و تحت آموزش سنتی و مذهبی قرار گرفت. به مدرسه مذهبی رفت و همه مناسک یهودی رو انجام میداد. بروخ جوان به تدریج از باورهایی که اجدادش داشتن فاصله گرفت. گفته که من از کودکی طبق متون مقدس و باورهای پذیرفته شده آموزش دیده بودم، اما دست آخر به این نتیجه رسیدم که آن تعالیم دست و پایم رو بسته است. اسپینوزا باورهای کاملا متفاوت خودش رو در اثر بزرگش اخلاق بیان کرد. این کتاب به زبان لاتین نوشته شد و در سال 1677 منتشر شد. اسپینوزا در این کتاب باورهای یهودیت رو آشکارا به چالش کشید. خدا شخص نیست و بیرون از عالم طبیعت قرار ندارد. نباید انتظار داشت که خداوند دعاهای ما را مستجاب کند. نباید انتظار معجزه داشت. خداوند انسان را به خاطر گناهان او مجازات نمی کند. زندگی پس از مرگ وجود ندارد. انسان مخلوق برتر خداوند نیست. تورات را مردم عادی نوشتند. خداوند صنعتگر و معمار نیست. خداوند پادشاه یا متخصص نظامی نیست که پیروانش را به جنگ مقدس فرا بخواند. خداوند قضاوت نمی کند. او حتی به پرهیزکارانش پاداش نمی دهد و به آنها حیات جاودان عطا نمی کند. هر نوع تشبیه خدا به انسان نادرست است. مناسک عبادی خرافات محض است و با سحر و جادو فرقی ندارد. با این همه باید گفت که اسپینوزا خودش رو ملحد یا کافر نمی دونست. خودش رو بنده و مدافع وفادار خدا میدونست. خدا در کتاب اخلاق او نقش محوری بازی میکنه، اما به خدایی که در کتب مقدس یهودی توصیف شده هیچ شباهتی نداره. خدای اون شبیه انسان نیست و نمیتونیم او رو از چیزی که طبیعت مینامیم جدا کنیم. خدا نیرویی که در تمام موجودات جاندار و بیجان حضور داره. خداوند علت همه چیزه، اما ازلی و ابدیه. خداوند تغییر نمیکنه و زمان برای او معنایی نداره. خدا در عقل نمی گنجه. این که تا اینجا که ویدیو رو تماشا کردین نشون میده که شما از این نوع محتوا خوشتون اومده. پس با حمایت و سابسکرایب کردن این کانال به ما انگیزه‌ای بدید تا سطح کیفیت ویدیوها رو ارتقا بدیم. اسپینوزا می نویسه هر آنچه وجود دارد خداست و چیزی نیست که از وجود او بی بهره باشد. اسپینوزا با تمام وجود مفهوم نیایش رو به چالش کشید. انسان هنگام نیایش از خداوند درخواست میکنه که جهان جور دیگری کار کنه. اسپینوزا معتقده که این باور کاملا نادرسته. وظیفه انسان اینه که بکوشه و بفهمه که جهان چگونه و چرا به اون شکلی میبینیم که کار میکنه. انسان باید حقیقت رو بپذیره، نه اینکه به امور جهان اعتراض کنه و برای خدایی که تصور میکنه در آسمان هاست پیام‌های کوچک بفرسته. اسپینوزا به طرز زیبا اما گزنده میگه کسی که خدا رو دوست داره نباید به آب آتش بزنه که خدا هم متقابلا اون رو دوست داشته باشه. قوانین طبیعی که خداوند وضع کرده ابدی هستن و فقط انسان خودشیفته میتونه تصور کنه که چنین خدایی در قوانین هستی دست میبره که وضع او رو بهتر کنه. به شدت از فلسفه رواقیان یونان باستان و روم تأثیر پذیرفته بود. رواقی‌ها استدلال می‌کردند که خرد با جهان مخالفت نمی‌کنه، بلکه سعی داره که راه و رسم اون رو درک و در برابرش سر تعظیم فرود بیاره. فیلسوف مورد علاقه اسپینوزا سنکا بود. سنکا حال روز انسان رو با سگانی که قلاده دارن مقایسه می‌کرد. زندگی مثل قلاده است و انسان را به هر جا که بخواهد می‌برد. هرچه بیشتر گردن کشی کنیم، قلاده گلوی ما رو محکم‌تر می‌فشارد.
پس عقل حکم میکنه که قبل از اینکه دیر بشه چگونگی و چرایی امور مختلف جهان رو بفهمیم. به عنوان مثال باید فهمید که عشق چیه یا دنیای سیاست چگونه عمل میکنه. بعد متناسب با شناختی که به دست آوردیم تغییراتی که میخوایم رو ایجاد کنیم، نه اینکه بی دلیل باعث خفگی خود بشیم. درک عقلانی خدا یعنی تورات و کتب مقدس دیگه رو مطالعه میکنیم. اما اسپینوزا ایده جدیدی رو مطرح کرد. بهترین راه شناخت خدا اینه که بفهمیم زندگی و عالم هستی چگونه کار میکنه. انسان از طریق روانشناسی، فلسفه و علوم طبیعی دیگه است که میتونه خدا رو بشناسه. در مذاهب سنتی پیروان خواسته های خودشون رو از خدا طلب میکنن، اما اسپینوزا معتقد بود که خدا چیز دیگه‌ای از ما میخواد و ما باید خواسته اون رو سرلوحی زندگی خودمون قرار بدیم. اینکه جهان و نحوه کار امور مختلف اون رو درک کنیم و با توسل به خرد میتونیم به دیدگاهی الهی و ابدی برسیم. اسپینوزا میان دو نوع جهانبینی فرق گذاشت. میتونیم از منظر خداشناسی و عقل محدود بشری به زندگی نگاه کنیم، اما این نگاه به قول اسپینوزا فانی و گذراست. روش دیگه اونم اینه که دیدی جهان شمول و ابدی به زندگی داشته باشیم. طبیعت ما چنان است که برای همیشه بین این دو نوع دیدگاه در نوسان خواهیم بود. جهان مادی و حسی ما رو به سوی دیدگاهی ناقص و محدود به زمان سوق میده، اما هوش استدلالی انسان به اون اجازه میده که از منظر متفاوتی به جهان نگاه کنه. به لطف این نوع نگاه از ابدیت محض سهم میبریم. معمولاً هر چیزی که برای ما بد باشه رو بد و هر چیزی که قدرت و امتیازات بیشتری به ما بده رو خوب میدونیم. اما اگر میخوایم به اخلاق راستین پایبند باشیم، باید این دغدغه‌های کوتاه‌بینانه رو کنار بگذاریم. اسپینوزا میخواست که در فلسفه زندگی او خبری از احساس گناه، غم، حسرت و احساس شرم نباشه. اگر میخوایم شاد و خوشبخت باشیم، باید اراده خودمون رو با اراده عالم هستی منطبق کنیم. عالم هستی یعنی خدا اهداف خاص خودش رو داره و وظیفه ما اینه که سر از کارش در بیاریم، نه که در برابرش بایستیم. انسان آزاده کسیه که از جبرهای حاکم بر جهان و زندگی انسانها آگاه باشه. اسپینوزا می‌نویسه که انسان خردمند چگونگی و چرایی امور رو میفهمه و وجودش سرشار از احساس خوشنودیه. نگفته پیداست که این اعتقادات اسپینوزا اون رو به دردسر بزرگی انداخت. او در سال 1656 از جامعه یهودیان آمستردام اخراج شد. خاخام‌ها اسپینوزای فیلسوف رو به شدت محکوم کردند. ما به حکم فرشتگان و بنا به درخواست مردان مقدس بروخ اسپینوزا رو لعن، تکفیر و طرد می‌کنیم. اون سزاوار همه نفرین‌هایی است که در کتاب قانون آمده است. شب و روز بر او نفرین باد، نفرین بر او آنگاه که می‌خوابد و آنگاه که از خواب بیدار می‌شود. اسپینوزا مجبور شد به آمستردام فرار کنه و عاقبت در لاهه اقامت گزید. اون در آمستردام به عنوان تراشکار ذره‌بین و نیز معلم خصوصی مشغول به کار شد و بقیه عمر خودش را در آرامش کامل و به دور از هر گونه جنجالی سپری کرد. آثار اسپینوزا تا حد زیادی نادیده گرفته شد. اسپینوزا به ما هشدار میده که مراقب خطاهای فلسفه باشیم. اخلاق یکی از زیباترین کتاب‌های جهانه. نگاه این کتاب به زندگی آرامش بخش و الهام بخشه. اسپینوزا در این کتاب همه خدایی خردمندانه رو به جای خرافه پرستی می نشونه. با این همه اثر اسپینوزا چندان موفق نبود و جز تعدادی انگشت‌شمار نتونست بقیه مردم را از خرافات بازداره اونها رو به سوی برداشتی منطقی و خردمندانه از مذهب دعوت کنه. دلایل این ناکامی ساده و مشخصه. اسپینوزا نمیدونست مثل بسیار از فیلسوفان قبل و بعد از خودش که اونچه که باعث رغبت مردم به مذهب میشه خرد نیست، بلکه عاطفه، باور، ترس و سنته. مردم به اعتقادات خود وفادار میمونن چون مراسمی مثل با هم خوردن و نوشیدن، سنت‌های سالانه، معماری‌های زیبا، موسیقی و کلمات خوش‌طنینی که با صدای بلند در کلیساها و در کنیسه‌ها خونده میشه رو دوست دارن. کتاب اخلاق اسپینوزا اثری خردمندانه است، اما برخلاف تورات و انجیل هیچ ساختار حمایتگری نداره. بنابراین در حد یک اثر حاشیه‌ای باقی مونده و فقط در دانشگاه‌ها مطالعه میشه. اما مذهب سنتی که او فکر می‌کرد در دهه‌های بعدی از رونق خواهد افتاد، همچنان قدرتمند و مردم رو با آموزه‌های خودش همراه می‌کنه. مناسک، موسیقی، سنت و آرزوی جاودانگی دست به دست هم دادن تا مذهب جایگاه خودش رو حفظ کنه. اسپینوزا خردمند بود، اما هیچ یک از این ابزارهای مهم رو نداشت. بنابراین تلاش‌های پرمخاطره‌اش به جایی هم نرسید.
خیلی ممنون که تماشا کردید. امیدوارم که بتونید از این محتوا به خوبی استفاده کنید.